هیچ خبر بده که مشتری های نام آمدن. فهمیده شد بگو. داخل اجازه بده میشان؟ بله اجازه بده. دروازه رو باز کنید میتونن داخل برن. حالا دیگه بفرمایید. اینا رو تلاشی کنیم. حالا دستایت بالا کن. خلاص است. چیزی نیست. باشه آمده ناخواه. ما این قسم خشک و خالی خوش نامده. ما بسیار خوشا با دست پر آمده. انشالله تصمیم نداره هر کدامش دانه دانه حساب کنه. با خدا میگن پول از راه هم که پیدا کردی باید حساب کنی. درست است اما این پولا را خو از راه پیدا نکردی نه؟ تو برای ما مال میتی و ما هم در مقابلش این پولا را میتیم.
و قبل از این تبادله باید به ما اعتماد کنی. حضرت میخوایم اما من حتی به پدر خودم اعتماد ندارم. نامت چی بود؟ مسعود. گوش کن مسعود جان، اولی که ما پدرتو نیسته، مامایت، کاکایت، بیادرت، قاربت خوی هیچ نیسته. ما اینجا به خاطر کار کردن امرای تو، یعنی به خاطر تجارت آمده. دومی که ما اینجا آمدیم تا همراه تو نیکی کنیم که حتی پدرت هم نکده. یعنی هدف ما ای است که ما فعلا با تو از پدرت کده مهمتر هستیم. مسعود، نامت مسعود بود نه؟ و از صورت گپ طولانی نشه. شما چقدر مواد میخواهید؟ پیش تو چقدر مال است؟ به شما بسیار زیاد است. با خدا پیش ما پول زیاد است مسعود جان. اگه به توافق رسیدیم و اگه مالام خوشم آمد، باز هر ماه قدر پول آورده و پیش رود میمونیم. مطلو جان. مطلو جان نه مسعود. فهمیده شد؟ حاله مطلو یا مسعود چی فرق میکنه بچه؟ مطلو مسعود، مسعود مطلو، هر دوش به یک معناست نه؟ اما قسمی که $10 رئیس جمهور امریکا با محبت طرفت میخنده، تو هم به می شکل با محبت و صداقت طرف ما باید بخندی. اگه همراه ما فریب کاری کنی، بازی کاکا رئیس جمهور خفه میشه و دیگه همراهت ملاقات نمیکنه. آفرین بچه، بسیار عالی. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم سلام، بفرمایید. ما از ریاست برق آمدیم. با ما درباره استفاده غیر قانونی از برق تعمیر یک گزارش رسید. ما باید داخل بریم و سیستم برق تمام میترها را بررسی کنیم. خوب است استاد، اما سالها میشه که کارخانه فعالیت نداره. چرا غیر قانونی از برق استفاده کنیم؟ شما در داخل تلویزیون تماشا نمی‌کنید؟ در زمستان از بخاری‌های برقی هم استفاده نمی‌کنید؟ البته که از اونها استفاده میکنیم. پس ما می‌خوایم داخل بریم و یک بار میترها را ببینیم. اگه امیال به ما اجازه نده، باز مجبور میشیم که دوباره امرای پلیس بیاییم. یک دقیقه اینجا منتظر باشین. شما مواظب باشین. میخواستم در جریان باشین. کارمندای ریاست برق آمدن، میخواید میترها را بررسی کنن. بیادر از ریاست برق به خاطر بررسی آمدن رئیس صاحب. چی؟ چرا اینجا آمدن؟ باشین بررسی چی؟ کسی برشان خبر داده که از برق ما غیر قانونی استفاده میکنیم. لعنت با شما، یکمی کارتان کم مانده بود. روانشان کنین، براشان بگوین که دیگه وقت بیان. فعلا نمیبینی که ما از خود کار بار داریم. برو دیگه لعنتی. نه خیر بیادر، برشان گفتم
میگن تا که میترا را بررسی نکنیم جای نمیریم. میگن اگر ما را داخل نمانین با پلیس خبر میتیم. ما در اینجا مصروف چی هستیم؟ اونا در قصه چی یا پا ماندن؟ یگان رشوت مشوت برشان بتین، یک قسم روانشان کنین دیگه بچین برو. نه خیر بیادر، افراد ما همی کارم کردن. میگن ما رشوت قبول نداریم. اونا اصرار میکنن که داخل بیاین. درست است، در صورت داخل بیارینشان، پیششان باشین، میترا را که دیدن فورا روانشان کنین. حالا دیگه گم شو. وزرت میخوایم. مهم نیست مسعود جان، فرق نمیکنه. دنیاست دیگه، یکان وقت سر ما روزا میایه. داخل رفتم میتونین بفرمایید. گفتی بفرمایید؟ گفت بفرمایید. شنیدی نجاتی؟ با ما گفت بفرمایید داخل رفتم میتونه. نه خدا ازت راضی باشه. هم مقصر هستن و هم زور میگن، در ضمن ما را مسخره میکنن. به نظرم شما ما را درست درک نکردید. ما اینجا قانونی اومدیم، بفرمایید کار نیست. ما هر وقت خواسته باشیم داخل میریم. هر چی که از دیگه برین داخل. آله تو پول را خود دیدی مولود. آله نوبت ماست دیگه. ما خو باید مواد یک دفعه ببینیم، نه محمود؟ او چی است؟ مواد. مواد. نه یعنی ایره کنار مواد اصلی به شکل جایزه میکن چطور؟ اما تو به خاطر چشیدن و غیره. اما تو نیست؟ بسش خودتان بچشین، باز اگه خوشتان آمد بستایش روان میکنیم. چی شده؟ کجا میرین؟ خب معصوم، تا که ما تمام مواد ندیدیم تو هم یعنی من حیث توفه، یعنی به خاطر لذتش با $200 گذاره کن. یک دقیقه صبر کنین، استاد باشه. ما جنس ها را در یک جای بسیار مسئول موندیم، یعنی نمیتونیم تمامش بیرون بکشیم. اگر زیاد میخواین بازم تو چند بسته میاره. یک دقیقه صبر کنه.
موتر ببین. قیمتی موتر چند خود باشه؟ $3000. ای خوبش هست. مدل سابقی از این پیش راسم بیادرمان بود. مصرفش کم بود. بسیار راحت حرکت میکرد. حالا بیادر دیر نکنین، کارتون تمام کنین. میتره او طرف هستن. اشترنگشان مقبول است. بریم. حالا ای چی است؟ یعنی خوشت نامد مثل آدم با تفاهم برسی؟ حالا میخوای به زور پولا را بگیری؟ قسم به ظاهر ما نبین که اینجا پیش تن آمدیم. همراه ما بعض اشخاص هستن. اگه با ما فریب کاری کنی باز اونا تو را زنده نمیمونن. شما پلیس هستین لعنتی ها؟ گفتم شما پلیس هستین لعنتی ها؟ او نمیتر. هر قسمی که میبینین ببینین، اما کمی زودتر دست به کار شوین. ما زیاد کار داریم، نمیتونیم تا شام پیش شما باشیم. حالا دیگه حال اعتراف کنین ها؟ شما پلیس هستین نه لعنتی ها؟ با خاطر که بفهمین ما موادا را کجا پنهان میکنه می قسم با شیر مشتری ها اینجا آمدین لعنتی ها؟ اما بچه ایچی قسم گپ زدن است، ایچی قسم برخورد است، یعنی ایچی قسم مهمان نوازی است. بعد است به خدا تو چی میگی بچه؟ کدام پلیس؟ ما تاجر هستیم. بیبی ده اینترنت بیبی، یک بار ده اینترنت بیبی، تمام مردم ما را میشناسن. با ما دروغ نگو احمق. مغزای اردویتون رو باد میکنم. با این تمثیلات ما را ترسانده نمیتونی. یا بشی که مثل آدم گپ بزنیم یا ما را بانکه بریم. اما بچه بیبی با آتش بازی میکنی. اگر هر دوی ما از اینجا زنده نبراییم باز تنها ما را نه بلکه خودم از بین میبری به یقن. اگه آب شوین چی خود کدین، اگه آتش شوین چی خود کدین ها؟ شما نمیتونین با این تمثیل های ناحقتان مرا فریب بدین. چند سال میشه که با تعقیب ما هستین، 40 دفعه آمده، هر جای تلاشی کرده، چندین بار مرا به مرکز امنیتی بردین و اظهارات ما گرفتین، اما یک روزم نتونستین مرا در زندان نگاه کنین. چون موافق نشدین بر از ما پای ببرین مجبور شدین تمثیل کنین نه؟ ها؟ حالا دیگه حالا به افراد بیرون دروازه خبر بدین که راحت باشن. پیش ما مواد نیست. ما همراه شما مذاق میکردیم. به زود داخل او پاکتایی که چند لحظه پیش براتان دادیم پودر بوره بود. درست است. بله اینا درست هستن. میتره قانونی هستن یا غیر قانونی؟ این خو قانونی است. خوب است. حالا دیگه رفته میتونین. حالا خداحافظ. نه خیر، هنوز باید دیگه سیستما رو ببینیم. دیگه سیستما رو؟ حالا لطفاً با ما نگوین که فابریکی بزرگه از اینجا برق میده. اینجا حداقل یک جنبکس دیگه هم هست. یک بار او رو میبینیم. شاید او غیر قانونی باشه.
شاید. ما را از اینجا تنها به این دلیل برده میتونن که با سلاح پلیس تهدید کنیم. از او خاطر نمیتونن مرا بسیار تیر در زندان نگاه کنیم. چی کنم دیگه؟ وقتی شما یک قسم با 2 بکس پول پیش ما آمدین و از ما یک عالم مواد مخدر خواستین و هم شما را آدم بد فکر کرده به خاطر محافظت از خود مجبور شدم سلاح بکشم. هر 2 سلاح شخصی هستند، با جواز و از خودم هستند. با نظرت اگه واقعا من پلیس میبودم این کارا میکردم؟ اما مواد فعلا اینجا نیست. خوب است. در این صورت در موترایتان بشینه، ما به تعقیب شما میاییم. نه خیر، موتر شما باید هم اینجا باشه. شما باید در موترهای ما همراه ما برین. چشمایتان هم بسته میکنه. بفرمایید. روزگومی نکنین بیادر جان. حالا کارتون انجام بتین. درست است، یام خراب نیست. ما خب براتون گفتم نه. واقعا ما پیش شما شرمنده شدیم. بر صورت ما از شما بسیار معذرت میخوایم. لطفا ما را ببخشید. خسته نباشید. حالا دیگه بچه ها بیاین که بریم. یک دقیقه صبر کنین. بفرمایید. وقت داخل آمدین فراموش کردیم که کارت های هویتتون رو ببینیم. میشه کارت های هویتتون رو نشان بتین؟ کارت هویت؟ کارت هویت؟ بله کارت هویت. باید بفهمیم که کارمند بر حال ریاست برق هستین. کارت هویت که تایید کنه کارمند فعال ریاست برق هستیم. کارت هویت. کارت هویت گفتین نه؟
اما بچه این به نظرتان کار احمقانه نیست که ما میکنیم. باشه ما بازم کارهای خدا با احتیاط پیش میبریم. کاملا حق با جانب هستین. ما باید قبل از داخل شدن کارت هویت خود به شما نشان میدادیم. بله دیگه. لطفا این دستتان رو پایین کنی. درست است. خسته نباشیم. زنده سلامت باشیم. خب ما میریم. در ضمن میتونم خواهش کنم موبایلتونم به ما بتین آقایان؟ یعنی بازم ما را احتمالا مد نظر میگیریم. بچه تو موبایلتا بتا جانم. آفرین بیادر. تشکر. از 4457 و تمام واحدهای داخل در عملیات. از 4457 و تمام واحدهای داخل در عملیات. افراد مذکور عامر صاحب یابوز و علی را با خود گرفته از فابریکه بیرون شدند. اونا را تعقیب تانستین یعنی تمام؟ نه خیر، ما برآمدن اونا را ندیدیم. تمام. لعنت به این کار. باید فوراً نشانی موتر اونا را پیدا کنیم. سلاحی را که در موتر ماندیم نتونستن بگیرن. هر دوشان خل سلاح بودن. از 4457 و مرکز فوراً با مسئولین ترافیک به تماس شوید و موترهایی را که مشخصاتشون براتون میگیم زودتر پیدا کنید و به ما معلومات بدید. دو جیب برنگ‌های سیاه و خاکستری، شماره پلیت جیب خاکستری 34 بیرسون ادانا 290 34 بیرسون ادانا 290. بیارن نشان. اما بچه ما بکسای خودم معذرت میخوایم بیادر. دفعتا میخواستم روی خود دور بتم که سرم به کسی اصابت کرد. بکسای ما داخل موتر مانده، لطفا اونا را اونجا نمانه. مسعود جان لطفا رو بکس ها را بگیره. پولا کجاست؟ دیگه موتر کجاست؟ ما کجاسته؟
بچه این بچه فیلم ماتریکس تو زندگی میکنه، با چشمای بسته خود هر کار میکنه. من از اینجا یک قدم پیش رفتن نمیتونم. دموتر شیشته تمام شهر چکر میزن. هنوزم هیچ خبری نیست اینگی؟ نه خیر ماموسه. چطور امکان داره؟ دو موتر کلان چطور امکان داره که غیب شوند؟ خب حالا کدام طرف بریم؟ از مرکز به تمام واحدهای داخل عملیات موترهایی که مشخصاتشان نگفته بودین در دوراهی ریوا دیده شدن. بیادر اقا اومدیم نرسیدیم، ما را کجا آورده؟ با خدا دلم تنگ شد، هر جایی که می بود حالا باید وقت می رسیدیم. با خدا دلم تنگ شد، چشمای ما باز کنه. با کدام رسیدیم؟ همینجاست؟ همینجاست. اوی باکس‌ها را بگیره. زود اینا را بگیرین ده همینجا دفن کن. باز ده سرشان سمنتان بندازین بچه ها. اول از بین ببریمشون بیادر. همین قسم زنده دفنشان کنین. بریم. اگه از این را بریم زودتر به او سهم میرسیم ماموسه. بکسه بته تو هم بته همینجا باشه.
فوراً مواد را از گدام بکشین و دلار یا بار کن. درست است. در مقابل هر احتمال باید با تدبیر باشه. درست است پسر. حالا دیگه تمامش بگیرین در یک جای دیگه پنهان کنین. درست است؟ درست است آقا. حالا برین دیگه. چی شده؟ با نظرم اینا با هوش میایم. فکر میکنم یکیشان تکان خورد. میگم قبل از دفن کردنشان اگه به سرایشان یکان مرمی بزنم چطور است؟ امر رئیس نشنیدی بچیم؟ گفت که اینا را زنده دفن کنیم. در ضمن اینجا شلیک نکو به خاطر که مردم صدایش نمیشنون. امی که مردم صدایش شنیدن به پلیس با زنگ میزنن. او وقت تباه خود شدیم. بریم. بله با تا چند دقیقه دیگه به هواپیمای بودروم سوار میشم. کشتی را آماده کنین تا کشم پر کنین. فهمیدین؟ با خاطر یک سفر طولانی هر نوع خوراک نوشیدنی و مواد مورد ضرورت بگیرین. ما به جزایر یونان میرم. یک مدت از این مناطق دور میباشم. امی که اونجا رسیدم فوراً کشتی را تخلیه میکنم. فهمیدین؟ آماده باشین. حالا دیگه بچیم برین. خداحافظ. ای خامو موتر است. خدا لعنتتان کنه.
290 میشنوی؟ همه قدر بس از دیگه. بیا زود سرشون سمنت مندازیم بیادر. خب درست است، بگی که بندازیمشان. تسلیم شو. این چقدر سنگین بوده با خدا. البته دیگه بچیم تنها برو تا 18 کیلو میایه. عقل نداری سر برو تایم گم بزنی به شرف.
فوراً سلایت بنداز، دستایت بالا و از موتر پایین شو. حالا دیگه پایین شو، وقت جایی نکن. حالا دیگه فرار نمیتونی. اگه کوشش کنی کدام کار کنی با صبر نمی کنیم، سرت چلیک میکنیم. فوراً دستایت بالا و از موتر پایین شو. چرا شلیک نمیکنن؟ مرمیایشان خلاص شده. بیبی برای بار آخر هشدار میتم، فوراً سلایت بنداز. تو را میگم سلایت بنداز. گفتم سلایت بنداز. دستایت بالا و از موتر پایین شو و تسلیم شو. ای جای فرار نمیتونی. با این آسانی کسی تسلیم میشه باشیم؟ ها؟ قسم فریبتان بدم که حتی فکرشم نکده باشید. تو هیچ گپه نمیفهمی، گفتم از موتر پایین شو. اوش کنی کدام اشتباه نکنی. فوراً از موتر پایین شو. زود باش همیال از موتر پایین شو. سلایت کجاست؟ سلایم داخل موتر است. دستایت بلند بگی و زود در مقابل ما زانو بزن. باز به زمین بخواب.
دستای در جایی باشه که ما دیده بتانیم. گفتم پیش روی ما زانو بزن. فوراً به زمین بخواب. دستایتم آزاد باشه. زود باش. درسته سب کنه شلیک نکنه ما تسلیم بشه بچه شلیک ملیک نکنه نه ببینه بگو دوستت کجاست؟ کی؟ علی رو میگی؟ احمقا حاله زود باش بروی زمین بخواب. درست است راحت باشه به خوابم دیگه. انگین ما او تلاشی میکنم مرا پوشش بده. عامر صاحب یاووز علی مرض نیستن. خب اونا کجاستن؟ پولا اینجاست. نظر به یکی شخص پولا را گرفته حرکت کرده بود حتما کدام گپ شده یا که هنوز مردمی اونا به کدام مصیبت بزرگ گرفتار است. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran maymun
bunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Var var. ببخشید یک دقیقه میبینید؟ من میتونم شما را کمک کنم؟ چطور؟ از اینکه تمام روز اینجا بیکار میشینم بسیار خسته شده. اگه با کمک ضرورت دارید ما میتونم یگان کار انجام بدم. نه خیر تشکر. بیا زود کارای ما تمام شد. های آی فیکو قلبم ایستاد کردی. ما قلبت ایستاد کردم؟ میبخشی پنارم چای آوردیم برات داخلش لیمو هم انداختیم به دستای خودم. تشکر. نوش جانم پنارم. پنارم بفرما. تو از من خفه هستی؟ نه خیر. چرا از تو خفه باشم؟ خوب است. اما دیشب که میخواستین از من خواستگاری کنین بازم با خاطر بیعقلی تو افضل خراب شد. فعلا پدرم میگه که تو یک بیادب و بی‌نزاکت هستی. وارسی کردن با تاره خوبان که دیگه اجازه نمیده که حتی همراه گپم بزنم. و تو به خاطر تغییر دادن این وضعیت هیچ کاری نمیکنی. یعنی واقعا هیچ کاری نشده که من به خاطرش از تو خفه باشم فیکو جان. میگن چوب خدا صدا نداره. اینو دیدینی؟ پس تو اشخاص میخواستن شما را زنده و گور کنن اما تو رسامر سای؟ او قسم نه. اونا تنها یک فکر بسیار احمقانه کردن که میتونن ما را زنده زیر خاک دفن کنن. دفن کردن یا او زدن یا علی مرز قدر کار آسان است بچه. اگه ما را دفن میکردن درخت میشدیم، چنار میشدیم، بازم از زیر خاک بیرون میشدیم به خواست خدا. ما و اینگین تا شعبه مواد مخدر میریم آمر صاحب. مواد را که به دست آوردیم باید سند تسلیمیش امضا کنیم. موفق باشین بچه. موفق باشین. اینا بچهای خوب هستن نه؟ خوب نه، فوق العاده هستن واقعا. پنارم میفهم. تو به انصافی میکنی پنارم. در کدام مورد فیکو جان؟
ما به ارتباط نجل و مادر کلانم همه چیز دارم. یعنی ای که در خانه او می بودم و خودم مثل او می ساختم و ای که هر ما می رفتم ماش بازنشستگیش می گرفتم بدون ای که با کس دیگه خبر بتم. او مرحومه را بردیم و در جنگل دفن کردیم. ای همه را چطور با پدرت می گفتم؟ چطور برش می گفتم؟ در صورت با وجود بیادبی مرا قاتلان فکر میکرد و بعد از او در خوابها ملاقات میکردیم. او هم به احتمال زیاد. خب اما مادر کلانت خود تو از بین نبردی. بیاز وقت تو به خانه‌ش آمدی و از بین رفته بود. البته ای قسمت درست گفت. خب بازم کار ما بسیار بد بود، اشتباه بود. یعنی ما باید فوراً امروی پلیس با تماس میشدیم، اما با تماس نشدیم. یعنی در صورت ما مرتکب جرم شدیم و خود ما باعث شدیم. در این صورت بدون خدافزی دیگه هیچ چاره نداریم فیکو. میبخشی؟ خدافزی. منظورت از خدافزی؟ پدرم گفته کسی بعد همراه تو ملاقات نکنم فیکو و من از برنامه محافظت در شایدای اینیو میکشم. دیشب برم گفت که تو باید همراه ما زندگی کنی. ما خودم از تو محافظت میکنم دخترم. پدرم گفت که از تو محافظت میکنم. اما قسم گفت. اما ما نداره دیگه فیکو. ما جدا میشیم. خب اما پنرم یعنی ما حالا که از دست تو هیچ چیز ساخته نیست. در این صورت از دستمون هیچ کار ساخته نیست. امکان ندارد که پای پدرم سرپیچی کنم. در صورت که هنوزم تو را بسیار دوست دارم. فراموش کردن تو برم بسیار مشکل خواهد بود. اما چی کنم؟ مجبور هستم فراموشت کنم. خداحافظ فیکو. ای چی است؟ تصویر کی است؟ ای را مثل تابلو چوکات کردی بچه؟ تصویر نازلی است. بسیار مقبول است. اما به نظر من بگی را در دیوار نصب کن. در دیوار مقبول تر معلوم خواهد شد به خدا. همینجا بهتر از بیادر. بیادر بگو بچه. امشب کدام کاری نداری؟ نه کار ندارم بچه. نه که کباب دلت شده چطور؟ با خدا چندین روز میشه که ما هم کباب ادونایی نخوردیم. بسیار فکر عالی کردی بچه. به نظر ما باید امشب بخورد یک کباب فوق‌العاده ادونایی آماده کنیم. یکان نوشیدنی هم میگیریم، گپ هم میزنیم. البته که میریم، بسیار خوب میشه. اما من امشب یک برنامه دیگه دارم. چه قسم برنامه؟ میخوایم برم نازلی را از پدرش خواستگاری کنم. توبه.
چی میکنی جانم؟ چند دفعه برات گفتم در اینجا امرای من این کارها را نکو. در مقابل کلگی مرا عشقم و عزیزم گفته صدا نکو. کسی ما را خواد دید، بیا زودید. یا کدام کسی رفته به پدرت خواد گفت، بعد از او پدرت مرا پیش خود خواسته، پیش کلگی هر چیز گفته بیابم خواد کرد. اما ما بسیار خوش هستم عشقم، چی کنم دیگه؟ چی شده؟ برات بسیار یک خبر خوش دارم. چی است؟ من چند ماه پیش در سفارت ما به خاطر وظیفه مراجعه کرده بودم نی؟ خب سفارت یونانه میگم دیگه، همون که سرک استقلال است همون را میگم. گفتن با یک منشی و ترجمان نیاز دارد. راستش من از این موضوع خبر نداشتم. ها واقعا توبه، به این معناست که فراموشم شده بود برات بگویم. به هر صورت جانم. بله خب به هر صورت. خب امروز برم زنگ زده بودن، درخواست من قبول کردن. سر از دوشنبه در سفارت یونان که در استانبول است به کار خود شروع میکنم. زنده باد. تو چی میکنی؟ عشقم بسیار خوب شد نی؟ اوی تو دیوانه شده چی میکنی؟ گفتم نکو. ما باید برم با پدرم خبر با تو عشقم. باز میبینیم؟ پنار، ما باید به ارتباط خودم یک چیز بگویم. بعد فیکو چرا نمیخوای بفهمی؟ حالا دیگه کلمه‌ای به نام ما نیست. تا که پدرم تو را یک فریبکار که به خاطر کارهای شخصی خود تمثیل میکردی فکر میکنم تا وقت یک جا بودن ما ناممکن است. فیکو درست است دیگه، ما به خاطر گفتن همین گپ اینجا آمدیم. ما خوب فکر کردم و یک تصمیم گرفتم. در زندگی هیچ چیزه ای که بدون تو باشم، ای که تو مربوط من نباشی و ای که در دنیای زندگی کنم که تو نباشی دیگه بدتر بودن نمیتونم. اگه لازم شوه میخوایم در زندان بپوسم، حتی اگه بخواین مرا ببرن و دار بزنن، اما کافیست بفهمم که تو هنوزم مرا دوست داری، که تو هنوزم با من هستی و تو هنوزم از من هستی. اما پدرم؟ من کارهای لازم انجام میدم. میرم به رئیس بروتی تسلیم میشم. تمام واقعیت را و ارتباط نجلا مادر برش میگم. اما تو چرا تو یک کار میکنی فیکو؟ چرا میکنم؟ چرا میکنم؟ البته که به خاطر تو پنارم، البته که به خاطر خودم. دیگه به خاطر چی دنیای پر از درد و غم تحمل کنی؟ وقت از زندان آزاد شدم، اگه هنوزم منتظر ما بودی بازم با هم می باشیم و او وقت هرگز از هم جدا نمیشیم. تا رسیدن او روز، خداحافظ. صبر صبر صبر، یک دقیقه. یعنی ما امشب واقعا اونجا میره و نازلی را از او پدر مافیاییش خواستگاری میکنه؟ کاملا دقیق.
خب اما بچه تو نمیفهمی که پدر و برادر و دختر میخواستن تو را از بین ببرن بچه. تو هیچ متوجه نشدی چطور؟ یعنی در این باره فکر نکردی؟ مشکل بیادرش حل کردیم. حال او طرف ما است. دیشب خودش نازلی را پیش ما آورده بود. پس با هم دیدین و گپ هم زده. بله چند ساعت شیشتیم و با هم گپ زدیم. بازم رای بیادر خود دوباره به خانه برگشت. گفت پدرم برم اجازه نمیده که حتی پای خود از خانه بیرون بانم. اما دیشب بیادرش او را آورده بود. خب مام دمی مورد گپ میزنم. در صورتی که پدرش نازلی را در خانه قید کرده ما او را چی قسم راضی بسازه؟ چی قسم امراش گپ بزنه؟ ما او را قناعت بتیم که دختر خدا برد بته؟ تشویش نکن. به خاطر که وقتی پدرش به ارتباط دخترش از واقعیت خبر شوه باز وقت مجبور میشه که اجازه بده عروسی کنیم. خب یه حقیقت به ارتباط دخترش چی است؟ توبه. یعنی که تو واقعا جدی میگی؟ ما پدر میشم. تو واقعا پدر میشی؟ بله پدر میشم. گزارش را که در ارتباط با او پرونده است نوشته کنی. فراموشت نشه. بچه‌ش ماموش های برشد. فیکو خیرت است؟ تو چرا گریه میکنی؟ بهش دستمال اضافی داری لشمک جان؟ ضرور نیست که باشه، یعنی کاغذ هم میشه. اگه کاغذ تشنابم باشه هیچ مهم نیست. بس بگی. تشکر. پیش خودت باشه. با خاطر که دستمال نداری گریه میکنی؟ ها تو واقعا بسیار مذاقی هستی استاد. You are so funny. اما متاسفانه که فعلا هیچ در وضعیت خنده کردن نیستم. باز یک روز دیگه شوخیه به مزه خدا و یادم بده که از روی زمانه قسم ساختگی خنده کنم و به تو اظهار چاپلوسی کنم. فهمیدم. 2 روز میشه که رئیس بروتیمان آمدن. از او خاطر تو بتاب شدی. لط خوردن دلت شده؟ از او خاطر گریه میکنی؟ جوابت غلط بود روانی. نه خیر. قسم با تقلیدهای به مزه از رئیس به جای نمیرسی. لطفا کم مستقل باش، آزاد باش، کم اصیل باش، منطقی باش. حرکات و استعداد خدا و همچنان برخوردهای خدا کم تغییر بده. یعنی یک کرکتر و یک شخصیت کاملا جدید از خود بساز و کتاب استانیسلافسکی را حتما یک بار مطالعه کن. مثلا تو بچه چهره یک متجاوز و قاتل، سارق بانک‌های بزرگ و بزرگ‌های مافیای مواد مخدره داری و اگر در این نقشا بازی کنی بسیار موفق می‌باشی. بله دقیقاً همه قسم. بله همه قسم باید باشی. آفرین. دیدینی؟ کاملا چهره‌اش داره. آفرین به تو. آفرین. کلالشمک با چشمان جذاب خود چهره روانی ها را نداره. ای بیشتر چهره یک شخص عاجز، غیر قابل تحمل و بسیار زیاد بیچاره، کسی که از هویت و جنسیتش به تنگ آمده.
یک کرکتره که بسیار حس متفاوت داره. دزن قسمت وسط ابروهای خدا همیشه در این زمان یک جا بلند میکنه. بازم وقت کاملا چهره بیچاره ها را میکشه. یعنی از همون شخصیت هایی که در آغاز فیلم از بین میره و همگی از عقبه صدا میکنن که استاد شمار گوش کنی به او خانه داخل نشی. Don't do that. Get out the house man. Just get out the house. I don't wanna die. اما او آدم احمق مار بدون فکر کردن بازم داخل او خانه میشه. به گپای دوست خود گوش نمیکنه. میفهمی تو کاملا چهره همون مار که احمقه داره. باید بگیم حالا دیگه از عقب اکشن میکنی. نمیفهمی آدم یک بارم طرف آینه میبینه یا نمیبینه؟ این شعر بیبی به خدا. خب یعنی که تو هم بعد از این دیگه در کاروان پدرها داخل بشی ها؟ انشاءالله. طفلک چند ماه شده؟ جنسیتش معلوم است؟ هنوز نه. گفت 10 هفته میشه. ما فکر نمی کنم قدر زود جنسیت او معلوم شوه. نه خیر نمیشه. خوب است که از وقت سخت کردنش گذشته. یعنی پدرش نمیتونه به خاطر سخت کردن طفلش سرش فشار بیاره. بازم به این خاطر هیچ راحت نیستم. هنوز پدرش از طفل خبر نداره، اما مطمئن هستم اگه خبر شوه به خاطر رسوم خانوادگیشان امکان داره که به دختر کدام صدمه برسانه. باز شاید مجبورش بسازه که طفلش سخت کنه. ما باید زودتر دست به کار شده و با زودترین فرصت از دختر خواستگاری کنیم. درست است بچه، تشویش نکن. امشب دریشی های ما را میپوشیم و میریم به جان اون نفر. وقتی اونجا رسیدیم بسیار مؤدبانه گپای خدا گفته و دخترش خواستگاری میکنیم و برش میگیم که ما از طفل خبر داریم و نمیتونه به دختر صدمه برسانه. زنده باشی. اما ما فعلا بسیار زیاد به تشویش هستم. میگم جنسیت طفل چی خواد بود به خدا؟ جنسیت مهم نیست بیادر، کافیست که صحتمند باشه. حق با توست. مهم نیست که صحتمند باشه، جنسیتش مهم نیست. تو میفهمی چی بکنی؟ سلام علی بیادر. چرا مثل گاو خشن داخل میدوی و مثل بازی که شاخشه که سباشه چیخ میزنی؟ از دیگه پایتان هیچ چیز نفهمیدم پدر جان، اما خدا کنه که برام چیز خوب گفته باشین. خدا را 1000 بار شکر گفت، به خاطر که مثل تو یک دختر برم دادن. صدقه جواب خدایا برم صبر بده. علی، ما و تو یک لحظه پیش با هم میگفتیم که جنسیت طفل مهم نیست، دختر باشه یا بچه فرق نمیکنه، اما تو گفتیم نه. ما حال گپ ما پس میگیرم. خدا نکنه که دختر باشه بیادر، بچه باشه خوب است. البته اگه مثل این دختر ما او هم شیشک باشه حتما تباه خواهد شدی. خدا از همگی دور داشته باشه. وای خدا به دشمنت این قسم دختر نده. خوش کنی علی. اینجا بیا. با خدا این زبانت قطع میکنم. هیچ خستم نمیشه. لشمک روانی لطفا منتظر باشه. ویتامین مشنوم فیکو. من در یک موضوع باید حتما از شما مشوره بگیرم. باید برات بگویم که سازمان ما پلیسی بیمه های حوادث تصادفی را نداره. منظورت از قسم بیمه چی است؟ خب یعنی که ما تا چند دقیقه دیگه دان بینی تو را مشکنانیم و تو را در شفاخانه تحت مراقبت جدی دکترها قرار میدیم و متاسفانه این سازمان امنیتی ما مصارف گزاف شفاخانه تو را پرداخت نخواد کردن. خب تو کوشش کردی اما بازم نشد. یعنی هنوزم تو یک کاپی از رئیس بروتی هستی روانی جان. تو چی میخوای لعنتی؟ ببین بچیم زیاد وقت ما را نگی. حالا سرت دمی دیوار میزنم که جرقهای آتش بلند شوه و فضایی دهلیز فشنگای آتشی بگیره.
بسیار اکشن دقیق بود. یعنی باید بگویم که لشمک در تقلید کردن از رئیس بسیار خوب است. اگر کمه بروتان بانه و در زمینی موهای مزخرف خدا که گساله هر روز صبح برش میله سکوتا کنه که البته اگر با این روند نمی قسم پیش بره و بسیار زودی موهش کل خود شد، یعنی به طور اتوماتیک خودش کوتاه خود شد، باز رئیس تیار میشه. با اجازهتون میخوایم این رگلت کنم مامور صاحب اجازه است اینگین جان، اب قسمه که دلت میخواه، اما تنها بگردن نگی، کمه به ما بان، چون که بعد از تو ما میخوایم این جناب بیادب و خوب بزنم. بچهش مامور صاحب برشه. اوه خیریت است، فقط که کدام دریاز کردویتان خودم اندازین. اوه حداقل لباسای شنایتان خوب بپوشین باز خدا بندازین. لشمک تو تا حالا در زندگی چند همکار خوب داشتی که قسم وحشیانه سرمد از بالا میکنی؟ یک بار ببین این کارت درست است. تو واقعا قلب من مشکنانی بسیار بد است. How many times friends mission impossible and break my heart. حالا لشمک من از خودت میپرسم and change my heart. ای با ما چی گفت مامور صاحب برشد؟ مرا دشنام مشنام خو نداد نی؟ باور که با وجوده که ما دوره اکادمی را در امریکا خوندیم، اما متاسفانه ما از گپاش چیزی را نفهمیدم. البته که گپای مرا نمیفهمی بچه، چرا که من با زبان اصیل انگلیسی انگلستان گپ میزنم، یعنی کاملا شانه. در انگلیسی برای سرای میگن انگلیسی بسیار پیشرفته است، یعنی انگلیسی ما مثل انگلیسی توی قسم پیش پا افتاده و شکسته و ریخته نیست. فهمیدی جانم؟ انگین فورا آقا فیکو ایلاکویی یک دستور است، اما مامور صاحب برشه. برات گفتم که ایلایش بهت دستور است. با تو گفت که یک دستور است، نشنید انگین؟ ایلایم که لطفاً لشمک مامور صاحب ارشد دستور داده. تشکر میکنم. چرا که ایره خودم با تنهایی میخوایم لط میخوای با ما چی کنی؟ حالا درست شد، کاملا متفاوت از رئیس، کاملا چهره روانی ها را کشیده. مبارک تبریک میگم روانی جان. گپای تمام شد؟ تمام شد. یک کار فکر نکنم این کار همراه خودت انجام بدم. میخوایی که از بین ببری جناب؟ هیچ مهم نیست، به دلیلی که معرفی چهره های مشهور مثل شما به سینما وظیفه ماست. ببین کار نکن من. اوه دختر شیشک ده اینجا چی میکنی؟ ما با تو نگفته بودم بعد از این در اینجا با مرکز امنیتی ما ده ساعت کاری نیایی و فکر رو شما را مصروف دیگه کارا نسازی؟ در زندگی ما بسیار یک پیشرفت عالی رخ داده، خواستم بیایم و براتون خبر بدم پدر جان. پدر جان؟ بله. پس در زندگی تو یک پیشرفت بسیار عالی رخ داده و به می خاطرام. بله. و به می خاطرام پدر جان. بله. توبه با تشویش هستم که بازم قرار است چی مصیبت سرم بیاری؟ اگه یادتان باشه من چند وقت پیش به سفارت یونان به خاطر کار مراجعه کرده بودم نی؟ چی؟ متاسفانه به شما این باره نگفته بودم، فراموشم شد. دقیقاً با ما ببین. به نظرتون فعلا چهره ما قسمی معلوم میشه که نشان بده ما قبلا از این موضوع خبر بودیم دختر جان؟ نه خیر. به نظر ما هم نخیر. به هر صورت دیگه جانم امروز از سفارت برم زنگ زده بودن، گفتن که اسناد من قبول شده. من سر از دوشنبه من حیث منشی ترجمانا به وظیفه خود شروع میکنم. آی چقدر یک خبر خوش است، تو نیست پدر جان؟ آی بسیار خبر خوش است. گفتی منشی؟ تو گفتی منشی؟ منظورت از همون منشی است دختر؟ نه خیر، منشی ترجمانا پدر جان. فهمیدم، خوب است.
درست است. پس درسایی چطور میشه؟ دخترک چشم گوش نگکن؟ تو خودت نگفتی که امسال بازم میخواید امتحانات شمولیت اکادمی پلیس اشتراک کنی؟ چی شد؟ چی شد؟ باز به نظرم از گفت منصرف شدید. نه خیر، ما هرگز منصرف نشدیم پدر جان. گفتم تا که دوباره اکادمی شروع میشه اما تو به خود یک مصروفیت داشته باشم. راستی علی بیادر، تو هم خود یگان چیز بگونه؟ به نظرتی کدام کار بد است؟ بان که دختر کار کنه بیادر، کار کردن خود کدام کار بد نیست. شنیدین که چی گفت؟ پدر جان باور کنین که از شیشتن خونه بسیار خسته شدیم. دزن کار کردن به من خوب است که می فکرم تغییر خواهد کرد. لطفاً پدر جان، لطفاً برام اجازه بده، لطفاً. خب اجازه میتون برو. زنده باد پدر جان، بسیار دوست دارم. بس میشه ای بروتای بقیه کش نکنی؟ توبه خدایا، باز کج میشن. نمیشن، یک برویتان دور بدین. این نخیر جانه، بروتایتان بسیار مقبول معلوم میشن. تشکر میکنم. بسیار دوستتان دارم. همبرگر. چی؟ همبرگر میخوری؟ میخورم لعنتی. تو را چی؟ معلوم است، یعنی معلوم است که بدن قول تو با همبرگر تغذیه شد. در صورت که اگر با غذای اصیل داتی تغذیه میشودی قسم نمیشه. وقت تو مرا قسم پایین و بالا میبردی نباید قسم نفست میسوخت. چرا که اگر منظم تغذیه شوی و ورزش هم کنی باز قسم نفسایت نمیسوزن. انگین ادامه درست است. لشمک موی سینه مکش کدی الا کن. تو چرا از گردنم نمیگیری که قسم ده خانم میچسبی؟ هر کس یک طرز العمل داره فیکو جان. وای لعنت به کاری هم طرز العمل داره. خب از کی وظیفت شروع میکنی؟ سر از همی دوشنبه که میایه پدر جان. در این صورت ما میخوایم که اونجا همراهی تو برم. منظورتون چیست که ما همراهیت میرم پدر جان؟ در روز اول کاری من خودم تو رو به محل کارت میرسانم شیشک جان. دستای کاری تمام شغالا و لچکا باید مرا یک بار ببینن و از من یک بار خوب بترسن و به این صورت دیگه فقط مصروف کار خود خواد بودن و به تو کدام مزاحمت نخواد کرد. اگه اطور یک کار انجام بتین مطمئن باشین من خود از بام همین تعمیر پایین مندازم پدر. نه تو میبینی من این تنها یک تکان دادم. در یک لحظه پسوندی که در کلمه پدر بود یعنی جان نابود شد به خاطره که گپم با فایدهش نبود. دختر شیشک ما بیچاره اینجا آدموار از شما یک چیز نمیپرسم اما شما مثل امون لفتای باربری مرا بالا میبرین پایین میارین بالا میبرین پایین میارین مرا دیوانه ساختین به خدا. اول تو خودت شروع میکنی بچیم، اگر شروع نکنی ما به گپات گوش میکنیم.
خب شما چرا از اولی گپا برام نگفتین جانم؟ خب دو صورت در جریان آدم گرفتن با مام گوش کنید. راستش من یک دوست دارم، البته دوست نزدیکم نیست، یک شناساست. او وقت مرا بالا و پایین میبردی قسم نباید نفسایت میسوخت. ها این دوست بسیار دور تو چی گل به آب داده؟ یک گل بزرگ به آب داده روانی جان. یک روز خانه مادر کلانش، نه خیر، خانه اما کلان خود رفته بوده. میفهمی؟ به خاطر چی رفته بوده؟ رفته بوده که جیب خرچی بگیره. باز یک دفعه دیده که وای او زن بیچاره وقت مقابل تلویزیون از این دنیا رفته. خب این دوست بیچاره اول به تشویش شده، همون لحظه خواسته و پلیس زنگ بزنم، اما به یادش آمده که مادر کلانش، نه خیر چی گفتم من؟ بله همیش خواسته چهره همه خدا به خود اختیار کنه و هر ماه از بانک تقاعدیشه، یعنی از همه خدا خواسته هوشیاری کنه و ماشوره به خود بگیره بدونی که کس دیگر خبر بسازه. او مرحومه را برده و به یکی از گوشه های جنگل دفن کرد. وای بای بیشرف وای. به نظرم بیشرف برش نگویم، یعنی بگویم. البته که بیشرف بود، البته. نخرده او بیشرف بوده، او هم از امو بیرق دارایش. بله به نظرم هم. خب حالا این شخص بیشرف پس به خاطر که یک کار انجام داده چند سال زندانی خواهد شد؟ والا حداقل 4 تا 5 سال زندانی خواهد شد. حتی امکانم داره 8 تا 10 سال. شاید داستان به قتل متهم بسازه. 8 تا 10 8 تا 10 سال. بله 8 تا 10 سال جانم، 8 تا 10 سال. 4 تا 5 سال. بله. قتل، زندانی شدن. اما پنارخو بعد از 80 سال مرا فراموش میکنه لعنتی ها. گوش کنین پدر، فقط که روز دوشنبه من به کودکستان میرم. یعنی چی که شما روز اول مرا به دفتر میرسانین؟ خودت میفهمی دخترم. ما ادانایی هستیم جانم، بنده خداوند هستیم، اجازه رسم و رسوم ماست. تمام بیکارایی که دستای کاری شما میباشن باید اول بفهمن که همراه دختر چی کسی مخاطب قرار میگیرن و نظر به مو پایشانه به اندازه گلمشان دراز کنن. اگر نه کار مار نخواد بود، یعنی تا شما اونجا شیشتی و برنامه شوریابی رو تماشا میکنه. قسمی که میبینی علی جان، امیال فورا میری و به خود یک نظر در گردن میگیری و به زیارت ایوب سلطان رفته دعا میکنی که او طفلک شما مثل این شیشه که ما هرگز نباشه. علی بیادر پدر میشه؟ انشاءالله. آی واقعا این بسیار یک خبر عالی است علی بیادر، تبریک باشه. تشکر. واقعا بسیار خوش شدم، بسیار خوب شد. انگین میفهمی علی بیادر پدر میشه. این بسیار یک خبر خوش است، همونطور نیست؟ تبریک باشه. تشکر. خیرت باشه بچم. چی شده؟ چی میگی؟ چرا مثل گوساله دیوانه داخل شدی؟ چی شده؟ عامر صاحب امیال به ما خبر دادن که رئیس جدید منتظر شماستن. چی؟ رئیس جدید؟ اما گفته بودن که شخص ماه آینده می آید و تا یک ماه دیگر راحت خود بودیم. اما تو گفتم راست میگی. مامش نمیفهم عامر صاحب. حتما به خاطر که چوکی خالی نمانه ای اقدام فوری انجام دادن. اوف. اهلا بخیر علی بچه، بخیر.
برم امرای رئیس جدید معرفی شویم. اوف، توبه خدایا توبه. انشالله که این شخص برخلاف اصول شخصی ما نبراید. نه میخوایم راحتی و آرامش ما از بین بره. انشالله بیادر. چرا قسم طرفم سیل میکنی؟ مام همراهت به دفتر کاریت میرم. داخل آمدم میتونی؟ البته بفرمایید این. قیافه شبیبی مثل هنرپیش های امریکایی است. استایل و اکشن شبیبی. رئیس همی قسم می باشه بچه. بله اما نباید قدر زود دربارش قضاوت کنیم. شاید زیاد مانع کارای ما نشه. حق با تو هست. انشالله انشالله. بفرمایید شما از ما چیزی میخواستین چطور؟ نه خیر استغفر الله رئیسه. ما چرا باید از شما چیزی بخواهیم؟ نه خیر شما دستور دادین که ما بیاییم، از همون خاطر ما به خدمتتان آمدیم. نه خیر اما ما یکی از آمرینی بخش علی گوگدینز هستم رئیسای. مرا علی مرزام میگن، شاید نامم شنیده باشین. اما دوستم یکی از آمرین بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته یاوزدی کدانایی هستم. البته برای مدانایی میگن، شاید قبلا نام من شنیده باشه. اما دوستا باید بگویم ما. اما بازم شما به هیچ وجه به چیزای ناقی که دیگرها در مورد ما در اینجا یا بیرون میگن اینقدر هم باور اعتماد نکنه. بله در مورد ما میگن که بسیار بچهای شوخ و بیکار هستن، اما تمامش تهمت است. ما هیچ وقت در کار ما سهلنگاری و از اوامر سرپیچی نکردیم و نمیکنیم. خب البته جانم این گپا حقیقت نداره. یعنی من نمیفهمم که یه امره کی شایعه میکنه. بیازو وقتی قسم موضوعات ناقه به گوش شما میرسانن نباید جدی بگیرین. یعنی دهن مردم خود کدام خلطه نیست که با آسانی بسته شود. شما بسیار خوب کار کردم تحت امر شما به ما افتخار بزرگ خود بود رئیس صاحب. اما اشتباه میکنین، ما فقط در اینجا امیدوار هستم بعد از این تحت رهبری شما ما و تمام دوستای همکارم همگی با هم دست به دست هم داده و عملیات ها را بسیار موفقانه انجام بدیم رئیس صاحب. لطفا یک بار اجازه بدید که ما هم گپ بزنم. بفرمایید رئیس صاحب. بالایش فشار آورده. من رئیس نیستم. چی؟ گفتن رئیس نیستن؟ البته که نیستم. خب حتما معاون رئیس است. بله حتما. ببینین دوستان من معاون رئیسم نیستم. شما میشه بگوین که کی هسته؟ من در بخش معلومات سازمان کار میکنم. بخش معلومات؟ بله. برادر جان اگه تو رئیس نیستی پس چرا در چوکی رئیس شیشتی؟ چرا از صبح تا حالا اونجا شیشتی و خدا رئیس میسازی؟ این قسم لاغتای رئیس ها میکنی. توبه خدایا. اما به خاطر تنظیم کردن کامپیوتر رئیس جدید ما اینجا آمده بودم. من کار خود انجام میدادم که شما آمدین گفتین سلام رئیس صاحب. ما خواستم براتون بگویم اما شما برای من اجازه گپ زدن ندادین. توبه خدایا. بیاب شدیم به خدا.
چرا خنده میکنی؟ خنده دار است؟ در این صورت رئیس جدید ما کجاست؟ من اینجا هستم. سلام دوستا، من رئیس بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته امنیت استانبول، یعنی رئیس جدید شما الف داغچی هستم. نمیخواین امرایم دست بدین؟